سرخط مهمترین خبرها: ضد یک منصبدار در سوق برای زنازنی پرونده باز شده است. لایحه قانونی نو درباره پتن و حق اقامت در روسیه و حکم آموزگار برای زدن خواننده صادر شد. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 23 فوریه سال 2026 است. نسبت یک مسئول شعبه نظارت در ساحه نقلیات در سوق برای زنازنی در یک طربخانه پرونده جنایی باز شده است. چند همصحبت رادیوی آزادی از دادستانی و شعبه کارهای داخلی شهر خوجند این خبر را تصدیق کردند. رادیوی آزادی هفته گذشته در گزارش از زنازنی در یک مرکز دلخوشی شهر خوجند با اشتراک فرخ سعیدزاده سردار شعبه نظارت تنظیم نقلیات در شهرهای کانیبادان و اسفره با نفر خبر داده بود. به گفته منابع، پرونده آخر ماه ینور امسال از سوی دادستانی خوجند باز شده. حادثه تا آن وقت از سوی مسئولین شعبه کارهای داخلی خوجند مورد تفتیش قرار داشت. یکی از منبع‌ها گفت که پس از رخ دادن حادثه نسبت نامبرده پرونده جنایتی آغاز گردیده فعلا در تفتیشات پیشکی مقامات دادستانی ولایت سوق قرار دارد. قرار است پرونده روزهای نزدیک برای بررسی به دادگاه فرستاده شود. رفتار این منصبدار از روی ماده اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی سنجیده می شود. خود فرخ سعیدزاده با وجود وعده صحبت ابراز نظر نکرد، ولی چندی از افراد نزدیک به او گفتند از جبردیده بخشش پرسیده است و از جانب آنها به مقامات شکایت وارد نگردیده است. هنوز معلوم نیست که طرف دیگری بحث کیست. چند پیش در صفحه کاربر با نام رمزی سرگئی میرانوف در یوتیوب نوارد نشر شد که لحظه مناقشه و زنازنی دو نفر را نشان میداد. به نقل این پایگاه، حادثه شب 16 ینور امسال در طربخانه گتسبای در خوجند رخ داده است. این اولین جنجال منصبداران و نزدیکان آنها در مرکزهای دلخوشی نیست. ماه دکمبر سال گذشته در طربخانه پارلمانت شهر خوجند زنازنی میان مالکان طربخانه و دادستان شهر بوستان رخ داد. در پی این حادثه دادستان شهر بوستان از مقامش آزاد و علیه چند کارمند طربخانه پارلمان پرونده باز شد. حکومت روسیه به دومای دولتی پیشنهاد کرده است که اساسها برای رد کردن اجازتنامه کار یا پتن برای مهاجران بیشتر کرده شوند. بر اساس لایحه قانون که در سامانه دوما نشر شد، مقامات انداز به طور اتوماتیک درباره درآمد شهروندان خارجی به وزارت کارهای داخلی روسیه معلومات می‌فرستند. در صورت پیشنهاد نشدن این معلومات، مقامات روسیه می‌توانند به مهاجر پتن ندهند یا اجازتنامه کاری او را که پیشتر گرفته است بیکار سازند. همچنین در حالتی از معاش حداقل کمتر بودن درآمد مهاجر، پتنتی او میتواند بیکار کرده شود. آنهایی که بار اول برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتن حجت میسپارند از این ترتیب آزاد هستند. این لایحه قانون همچنین ترتیب گرفتن حق اقامت در روسیه و بیکار شدن این حجت را تغییر داده است. بر اساس این سند، شهروندان خارجی برای گرفتن حق اقامت روسیه باید معلومات درباره درآمد را برای هر 3 ماه پیشنهاد سازند. در حالتی از معاش حداقل کم بودن درآمد مهاجر دوامی 10 ماه اخیر حق اقامت او در روسیه میتواند بیکار کرده شود. هنوز معلوم نیست که دوما کی این قانون را بررسی میکند. وکیلان و منصبداران روسیه با قبول 10 طرح قریب در تمام بخش‌های کار و زندگی مهاجران در این کشور، از استفاده ضمیمه و پیام رسان‌های موبایلی گرفته تا قاعده عبور مرز و ورود به کشور را دیگر کردند. شماره قانون‌های نو و تغییر الهه‌ها تنها در سال 2025 از 35 عدد گذشته است. دادگاه شهر لیوکن یا سربند سابق حکم یک آموزگار را که به شب‌پاتی زدن خواننده متهم میشد صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری از پلوس، با قرار دادگاه آموزگار فرهاد نظرов به 200 ساعت کارهای حتمی محکوم شده، اما حق دارد به فعالیت آموزگاری ادامه دهد. واکنش این آموزگار به حکم دادگاه معلوم نیست. علیه این آموزگار بر اساس ماده 174 کدکس جنایتی و یا اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت نابالغ پرونده جنایی باز شده بود. این ماده قانون از 15,000 تومان جریمه و تا 2 سال زندان را پیش بینی می‌کند. شب‌پاتی زدن خواننده که باعث پرونده جنایتی نسبت آموزگار گردید ماه سپتامبر سال 2025 رخ داده است. آن وقت نزدیکان محمد بازاری و 17 ساله ادعا کردند بودند که روز 6 سپتامبر او را فرهاد نظرov آموزگار زبان انگلیسی لطوکوب کرده است و او 15 روز در بیمارستان بستری بود. اداره معارف این شهر حادثه را تصدیق کرده است، ولی آسیب دیدن خواننده را رد نمود. فرهاد نظرov پیشتر گفته بود که خواننده درس را ویران کرده و گپ‌های او گوش نداد. این حادثه واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد.
میژگانه صمدوی 27 ساله مشت‌زن‌بانوی تاجیک در مسابقه کسبی سازمان بین‌المللی باکس در شهر مسکو بر نماینده روسیه دری ابراموی 35 ساله غلبه کرد. این دومین پیروزی میژگانه در باکس حرفه‌ای به حساب می‌رود. محاربه از 6 راوند عبارت بود و در جریان آن مشت‌زن تاجیک مهارت خوب نشان داده با قرار یکدلانه داوران غالب دانسته شد. گزارش بخش آسیای مرکزی را همکارم علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. میانی ورزشکاران زن در تاجیکستان یکی از پرجایزه‌ترین‌ها است. برای میژگانه این پیروزی اهمیتی زیاد داشت. این نه تنها کامیابی در بوکس کسبی بلکه راهخط برای اشتراک در بازی‌های المپیک 2028 در ایالات متحده آمریکا است. چمپیون جهان است، چمپیون اروپا است. همون مقصد، همون цел موندمو یک ضربه دارد. همون ضربه‌ای که بکاول میگن. ضربه همون تیاری خوب دیدم و توانستم که همون ضربه اش رو یگان مرتبه در من گذرانده نتوانست. میژگانه از خردسالی نوع‌های گوناگونی ورزش را تمرین میکرد. سال 2017 وی در بازی‌های آسیایی در نوع کیک بوکسینگ صاحب مدال طلا شده بود. شروع از سال 2018 به خاطر عملی سازی آرزوی المپیک خود را کاملا به مشت‌زنی یا بوکس بخشیده است. در سال‌هایی که با بوکس مشغول است، میژگانه بارها جراحت برداشته است، اما آرزوی پیروزی او را هرگز ترک نکرده است و محض همین آرزو او را هر بار بر رینگ برمیگرداند. در ورزش محاربه تن به تن من تمرین کردم که در آنجا من چمپیون جهان هستم و چمپیون آسیا هستم. در بازی آسیایی که 2017 در اشخاباد برگزار گردید اولین مدال طلای تاجیکستان را گرفتم. راحت بازی المپیک پاریس 2024 را که گرفتم. اولین بانو از تاجیکستان هستم. این برای من یک افتخار است که من توانستم که در چندین مسابقه اولین شدم. درس‌های مربی و سخن‌های مادرش به وی نیرو می‌بخشند. برای مادرش مهم است که میژگانه صرف نظر از نتیجه‌های مسابقه به خود باوری داشته باشد. هر وقتی که فرزند من به مسابقه ها می‌رود تمام دل من می‌لرزد. نه که من در پیش فرزندم یگان گم نمیگم، آغوش میگیرم، در حقش دعا میکنم، بوسش میکنم، فقط در حقش دعا میکنم که خدا جان نگهبانش باشه و فرح و قوتش بده. با گفته میژگانه محض حمایت مادرش او را وادار کرد که وی ورزش را بعد شکست خوردن در بازی‌های المپیک پاریس ترک نکند. میژگانه حالا درباره ازدواج فکر نمی‌کند. ورزش برای وی در مقام اول می‌ایستد. اما با گفته‌اش وی حس می‌کند که مرحله ازدواج نزدیک می‌شود. چندین کشور عربی و اسلامی اظهارات مایکل هاکابی سفیر آمریکا در اسرائیل را درباره آنچه حق انجیل اسرائیل بر بخش‌های کلان از خاورمیانه خوانده است محکوم کردند. مایکل هاکابی در گفتگو با تاکر کارلسون شارح محافظه‌کار آمریکایی در پاسخ به پرسش درباره تفسیر تحت اللفظ یک آیت از کتاب مقدس مسیحیان گفت اگر اسرائیل همش را هم بگیرد مشکلی ندارد. این آیت انجیل گاه به عنوان حق اسرائیل بر سرزمین میان دریای نیل در مصر تا فرات در سوریه و عراق تعبیر می شود. چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی با نشر بیانیه مشترک اعلام کردند که این اظهارات خطرناک و تحریک‌آمیز است و با سندهای سازمان ملل متحد در مخالفت قرار دارد. سازمان همکاری‌های اسلامی، اتحادیه عربی و شورای همکاری‌های خلیج فارس نیز این اظهارات را تصدیق کردند. در بیانیه کشورهای عربی و اسلامی تاکید شده است که چنین موضع‌گیری تلاش‌ها برای کاهش تنش در جنگ غزه و پیشبرد یک دورنمای سیاسی برای حل و فصل فراگیر این مناقشه را کمرنگ می‌کند. در مقابل امیر اوهانا رئیس پارلمان اسرائیل در شبکه ایکس و توییتر از مایکل هاکابی بر خاطر موضع‌گیری‌اش در حمایت از اسرائیل در مصاحبه‌اش ستایش کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 فوریه را فرا می‌گیرد. فеврали соли 1925 дар душанбе аввалин комиссарияти мардумии тандурустӣ таъсис шуд ки баъдан вазорати тандурустӣ ном гирифт. аввалин вазир Алексей Дьяков табиб ва донишманди рус буд ки бо гурӯҳи нахустини мутахассисони тибби рус муборизаро бо бемориҳои сироятӣ мисли доманаву вараҷа ва беҳбуди вазъи санитариву гигиенӣ шурӯъ кард. дар солҳои аввали таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистӣ дар тоҷикистон нахустин беморхонаҳо таъсис шуданд. исми Алексей Дьяков баъдан ба беморхонаи марказии шаҳри Душанбе дода шуд ки мардум онро бо номи қарияи боло мешиносанд.
23 феврали соли 1993 рӯзи таъсиси артиши миллии тоҷикистон аст. он рӯз дар маркази душанбе нахустин паради ҷанговарони фронти халқӣ таҳти парчами артиши давлатӣ доир шуд. қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистонро бо сабаби ширкаташон дар ҷанги 5-солаи дохилии кишвар ба муқобили нирӯҳои мухолифон артиши касбӣ ва ҷангдида меноманд, вале аз назари мунаққидон солҳои истиқлолият бо нигоҳ ба сифати хидмат ва муносибати ҷомеа ғайрирасмӣ исмаш артиши коргару деҳқон шуд ва мушкилоти мисли меҳтарсолорӣ ё дедавшина ва аз ин рӯ ҷалби маҷбурӣ ба хидмат ба мадди аввал баромад. 23 феврали соли 1963 зодрӯзи овозхони таронаҳои мардумӣ ва шашмақом Лола Азизова аст. ҳунарпешии халқии Тоҷикистон ва шогирди Барно Исҳоқова бо садои фораму дилнишинаш ба дили ҳаводорон роҳ ёфт. дар баробари иҷрои таронаҳои классикӣ дар ҳайати Дастаи дарё бо таронаҳои Афсонаи ишқ, Тоҷикистон, Нилуфар ва дигарҳо маъруфият ба даст овардааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 120-121 سامانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 940 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 23 فوریه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. اگر خبر یا نظری دارید لطفاً به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.